به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. بینندگان ارجمند، یکی از نشانه‌های عظمت و بزرگی دین اسلام این است که به هر کشوری که در آمده است از فرزندان آن سرزمین‌ها بزرگ مردان تربیت کرده است که در هر علم و فن سروران و پیشوایان عالم گشتند. این دین بزرگ الهی دوستان عزیز نفس‌ها را پاکسازی می‌کند، ملکه‌ها را رشد می‌بخشد، عقل‌ها را صیقل می‌دهد. به هر کجا که در آمده است می‌بینی که آنجا از فرزندان آن مردم محدثان، فقیهان، اینچنین ریاضیدان‌های، کیمیادان‌های در همه علم و فن بزرگان استادان تربیت یافتند. یکی از دلیل‌ها بر این گفته روزگار سلمان فارسی است. سلمانی که در خانه زردشتی آتش پرست به وای رسید و فرزند یکی از اشراف زادگان فارس بود، فرزند تمدن پیشرفته امپراتوری فارس، فرزند نوش و نعمت. و چون از نزدیک شدن ظهور آخرین پیامبر شنید، به سفر برآمد و روزگار خیلی عجیب و غریب پسی سر کرد و به حادثه های خیلی عجیب و شنیدنی روبرو شد و نهایتاً به مدینه منوره رسید و به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و یکی از یاران نزدیک و گرامی ایشان گشت. اینجا منظور حکایه همه روزگار سلمان فارسی نیست، چون که خیلی حالنامه او خیلی طولانی و خیلی جالب است، شنیدنی هم هست، اما اینجا یکی از لحظه های حیاتی او را به سمع شما می‌خواهیم رسانیم. اینجا لحظه از لحظه های حیات سلمان را پیش نظر آوریم و در این لحظه کوتاه پهنایی و بزرگی استاد او محمد صلی الله علیه و سلم را ببینیم و بزرگی و عظمت دینی را که این سلمان را تربیت کرده است به چشم خود ببینیم. بعد فتح شدن سرزمین فارس، سلمان فارسی از جانب خلیفه عمر بن الخطاب امیر، به اصطلاح امروزه رئیس شهر مدائن که مدائن پایتخت امپراتوری فارس بود تعیین گشت. امامان مورخ از جمله امام ابن سعد در کتاب مشهور خود طبقات الکبری، کتاب تاریخی است، آورده که چون سلمان به مدائن همچون امیر تعیین شد، رئیس این شهر تعیین شده آمد، خیلی خاکسار و خیلی فروتن بود. فرزندی که در نوش و نعمت به وای رسیده بود و پسری یکی از اشراف زادگانی شهرش بود، بعد آنی که تربیت اسلام گرفته از مدینه آمد کاملا شخص دیگر شده بود. خیلی فروتن و خیلی خاکسار و عادی و لباسش هم مثل لباس رعیت بود. گرچه معاش او همچون رئیس شهر از 4000 درهم تا 6000 بود، اما او کاملا این معاش را به فقیران تقسیم میکرد و به بوریا بافتن به زحمت دست خود مشغول بود و روزگار خود را از این راه میگذرانید. میگفت با 1 درهم نی قمیش میخرم و آن را بوریا میبافم و به 3 درهم میفروشم. 1 درهمی درآمد شده را باز بوریا میخرم تا کارم را ادامه دهم و 1 درهمش را در روزگارم صرف میکنم و 1 درهمش را صدقه میکنم. و میگفت اگر عمر ابن الخطاب یعنی خلیفه مرا از این کارم منع کند دست نمیکشم. امام ابن سعد در طبقات آورده که روز مرد شامی وارد مدائن میشود که با خود باری وزنی از انجیر و خرما و اینها دارد. چون این مرد در این شهر غریب بود و اهل این شهر را نمیشناخت و چون سلمان را یعنی امیر شهر را، رئیس شهر را در لباس همچون لباس مردم دید، گمان کرد که کدام یک حمال است که در این بازار کار میکند و به او صدا کرد که ای مرد، میخواهم این باری مرا تا فلان جا در عوض مبلغی ببری. سلمان فارسی که نه از گروه راهبران عصر حاضر بلکه از آن راهبرانی بود که در مکتب محمد صلی الله علیه و سلم تربیت دیده بود و از کبر و غرور نفسش پاکیزه بود، درخواست این مرد را پذیرفت و باری او را برداشته با این مرد به راه برآمدند. چون هر دو به راه برآمدند و به مردم سلام میدادند، مردم در جواب میگفتند بر امیر نیز درود و سلام. و این مرد شامی در تعجب میشد که مردم کی را و کدام امیر را در نظر داشته باشند. بعد مدت کسانی از راهگذران به این مرد فهمانید که این امیر ماست، این رئیس این شهر است و سلمان است، این یاری بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چون مرد این خبر را شنید خیلی دست و پا خورده شد و خیلی در خجالت شد
و دویده به سلمان فارسی رضی الله عنه نزدیک شد که بار را من میخوام بگیرم، معذرت پوزش. اما حضرت سلمان سرجمانیده گفتن نه، من باید بارت را تا جایی که میخواهی باید برده رسانم. این است دوستان عزیز اخلاق و رفتار و فروتنی آن راهبرانی که به حقیقت تربیه اسلام، تربیه این دین بزرگ را گرفته بودند و این بود مناسبت آنان و نزدیکی آنان با مردم. یعنی کاملا به اصطلاح راهبرانی مردمی بودند، با مردم بودند و چون مردم زندگی میکردند و وظیفه و منصب را امانت و مسئولیت پذیرفته بودند و خود را خادم مردم میشمردند، نه اینکه مردم را خادم و غلام خود سازند. حضرت علامه اقبال لاهوری در این مورد میگوید سروری در دین ما خدمتگری است، سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. در حفظ و امان خداوند باشید.